جناب آقای منور خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. قدم رنجه کردیم. ما با شما همزبانیم، حس خوبی رو با شما داریم. انشالله که بتونید کارهای مشترک خوبی رو انجام بدید. انشالله. من سید عسکری خاکزاد هستم. این پروژه 8 برادر خواهری در قالب یک شرکت تعاونی درست کردیم. همه خواهرها و برادرها به قسمت مساوی سهام دارن. این شرکت رو ما 20 سال قبل احداث کردیم در زمینه انار. 920 رقم انار از افسانه‌ات دنیا جمع کردیم. بزرگترین کلکسیون و بانک ژن دنیا رو اینجا داریم. گن است. 20 رقم برتر از توشون در آوردیم. 9 تا رساله دکترا این مجموعه خروجی داره. یعنی دانشجوهای دکترا میان مواد اولیه رو در اختیارشون قرار میدیم، کارهای پژوهشی متعدد انجام میدیم. ما 20 رقم برتر انار رو با هم تلاقی دادیم، با هم ترکیب کردیم، به یه سری انارهای جدید دست پیدا کردیم که در سطح دنیا منحصر به فردن. اولین خاصیت خوبش اینه که هسته انار رو ما بسیار نرم و ترد و ژله‌ای کردیم که خوردن انار یکی از معضلاتش سفتی هسته است. دوما پوست انار رو تجاری ترش کردیم. سوما دون انار رو مشکی‌تر کردیم. هرچی دون انار مشکی‌تر باشه، پوست انار قرمزتر باشه، مشتری پسندتره، بازار پسندتره. مطلب سوم، انار رو زودرسترش کردیم. یعنی اومدیم انار که آبان میریسه در اینجا، ما انار رو رسیدیم به شهریور، یعنی 2 ماه زودتر و نوبرانه. شما اگه اینم ببرید تاجیکستان احداث باغ بکنی، 2 ماه نسبت به انارهای خودتون زودتر میرسه و در مقابل آفت و بیماری ها مقاوم تر شده. کار شده روشون. چیزی که شما میبینی این انار میباید شهریور از روی درخت کنده میشد، بعضی جا میبینی و در مقابل ترکیدگی هم این مقاوم تر شده. تمام موانع و معایبی که تو انار احتمال داشت وجود داشته باشه ما سعی کردیم اینا رو رفع کنیم. اینا ورژن های اولی هستن. ما 4 نسل از اینا رو کار کردیم. مادر بزرگ، مادر، فرزند و نوه. ما آینده به نتیجه برسیم. یعنی هر جور که شما کشت انار انجام میدی همینجور با ما در ارتباطی باید باشی. چرا؟ ما هر 3 سال، 4 سال، 5 سال یه ورژن جدیدی میدیم بیرون. مثل اپل، آیفون 15، 16، 17 همینجور. اینجا هر اتفاقی تو انار ایران اتفاق میفته منشأش از اینجاست. یعنی تو بخش خصوصی هستیم. با هزینه شخصی خانواده این احداث کردیم. کاری که صورت گرفته کشورهای متعدد دنیا خواهان این انار هستند. ما اسپانیا، گرجستان، نیوزلند، استرالیا و کشورهای عربی خواهان هستند که این انار رو ما ببریم اون کشور کار کنیم. حالا اگه واقعا شما با عنوان سفیر تو زمینه کشاورزی از طریق تاجیکستان اومدین، ما راهکارهای دیگه هم داریم. میتونیم یکی از این رقم‌های برتر رو شما از ما مالکیت معنویشو خریداری کنیم. بگی که اینو ما میخوایم، ما مالکیت معنوی رو اسمش رو به نام شما میزنیم. یعنی شما در سطح دنیا مالکش میشی شما. منم دیگه حق چیزشو ندارم. مالکیتش از خودم سلب میکنم میدم به شما. شما یکی من چند تا رو برای شما باز میکنم، هر کدوم که پسند کردی یا وزیرتون یا هر کسی که نقش داره تو این کار، کشورهای دیگه راغب شدن که بیان بگیرن. هر کشوری دوست داره. من بالای 200 رقم از این انارها رو کار کردم. یکی از یکی بهتر در طعم‌های مختلف، شیرین، ملز، ترش، تماما هستشون مثل ژله میمونه. آینده‌ای که شما باغ احداث میکنی اگه انار شما هسته نرم و ژله‌ای نباشه، تو بازار جهانی وقتتون رو تلف کردید. بله. ماحصل صحبت‌های ما این بوده که ما به اینجا رسیدیم. اینجا متعلق به شماست، مشروط بر این که مالکیت معنوی ما حفظ بشه. هزینه‌هایی که ما بابت این کار پرداخت کردیم و شما به هر حال تکنولوژی رو داریم می‌بری، پول تکنولوژیش به ما بدیم. حالا اگه خواستیم ما یک دوره رو اینجا باز می‌کنیم. روش باز کردنش هم این دونه داره. بسیار آسان است.
جناب اسکندر هستشو لمس کن. تشکر. نظرت هم بگو. فکر میکنم سخنهای همش شما فهمیدید. انار رو شما بینید که چقدر پوستش خوشبوی است، زیبا است، بزرگی است و وقتی که بریدن انار رو دونه‌اش رو بینید که چقدر دونه‌اش و زیبایش خوشبو است، بزرگی است. اکنون لمس میکنم، یعنی چشیده میتونم به شما بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی میکنم. دونه‌اش ایسته میکنه، میخورید. بسیار راحت است. ناردون، شیرین ترش، شیرینی پورانی ناردون خوردن این راحت است. اگر این با شیرین باشد با بهتر میشه. شیرین هم دارم. شیرین هم داره؟ آره. از همین خلق ما شیرین خور است. ما به شما شیرینیشو میگیم. حالا شما قدر بکنید من برم یک دونه شیرین رو بگیرم بیارم برای شما. باز داره؟ باز داره. کم. اینجوری هم هست فرق نمی‌کنه. حالا ما میخوایم انار رو شیرین رو باز کنیم. انار شیرین رو میبرن. در حقیقت انارهایشان نهایت و نهایت ماشاءالله با مزه بودن. برید. جناب اسکندر بخورید. تشکر. ماشاءالله دونش دوستان عزیز محترم. انار را گم نیست. یک دونش خوردم چون شیرینه. این خیلی انار نخوردم در عمرم. یک دونش خوردم ولی کلی اینش ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. ولی در روسیه من آوردن گفتن در روسیه یکم جدا انار سیری است که سیری میستن. انار سیری در مقابل این انار در آخر آنجا میستن. این از همه قله بلند میستن. آقا جان با شما یک جان تشکر که شما برای خلق برای آدمیزاد این انار رو ایجاد کرده. شما میتونید هر کدوم از این رقم ها رو مالکیت معنویشو کشور شما بخره. هر اسمی که شما انتخاب کردید من به نام شما بزنم، شما ببرید مال خودتون. به شرطی که هزینه‌ای که تحقیقات من رو پرداخت کنید. بله به این نمیشه. چطوره؟ نظرت چطوره؟ نظر من این است که این انار بهترین انار دنیا است. دیگر سخن نیست. گفتم همش که آخران بهترین انار در خط. دوستان عزیز من از آقا با من انار دیگر اگر من هم میبرم 4 دونه از این انار دیگر من میبرم دوشنبه میوه شد. اگر 4 دونه تیه اینا رو نمیدیم به شما. میوه شد. الان نه. نه؟ میوه از میوهش نمیشه باید تو باید کردن. این هزار جور که بوده. ما نداره میخریم. هم دوران عزیز این نمور کردیم یک نمور از انارهای صاحبی، اناری که در اینستیتوت میگیم ما پژوهشگاه. اینجا پژوهشگاه هست که اوریدی پرورش انار رو آزمایشگاه میگذارن و انارها رو با هم آمیخته کرده. نوهای هیبرید کردن، نوهای نو کردن. هیبرید به معنای منفی نیست. هیبرید به معنای که دو تا یک میکنن. اینش با اینش پیوند میکنن، اینش با این گلش رو بردار میکنن و در نتیجه انار نو حاصل میکنن. یکم خیمیا در اینجا وارد نمیشود که شما بگید هیبرید تاگی. ریخته اینا نیست. نه در تاجیکستان هیبرید که گفتی فکر میکنن که هیبرید این چیزی گنده است. گرده اینو گرده پدر مادر رو با هم ترکیب میکنیم میشه هیبرید. گولی یک و گولی دویمش میشود هیبرید. گوی علا با گوی محلی همراه کنید میشود هیبرید. برای شما هیبرید گفته فکر نکنید که هیبرید چیزی گنده است. نه هیبرید این معنی که حاصل کردنی یک نمودی نو. پیشروی است. یک نمود با یک نمود دیگر بردار کرده میشود هیبرید. اینو هیبرید کردن پژوهشگاه اینستیتوت 20 سال کار کرده ایستادن و این اناری که من اینش خوردم این شیرین. این خیلی شیرین انار دونه‌دار هم نیست. ولی که این بدونه دونه‌دار انار شکل شیرینش نخوردیم. بهترین انار است. هفتش ببینید بزرگیش ببینید. هفتش چقدر در بزرگ خوشو است. انا هم دوران از این استادی محترم گفتن که شما میتونید از این پتنتش خرید. پتنت یعنی که مالکیت ذهنی شما رو بفروشن. در حقیقت درست میگن. این مهنت کردن 20 سال.
ما میگن ای برای ثواب گیر، برای ثواب نیست، اینجا 20 سال مهنت کرده است برای ثواب از اونجا میتونن اینو با مبلغ میفروشن. پتنتش رو بعد ما میگیریم در تاجیکستان حقوقی پرورش این انار رو پیدا میکرده ایم. همداران عزیز، افسوس که من از این نهارش رو برده نمیتونم، از دیگرش رو میبریم، دیگر رو میریم به انار رو بهترین میگیریم میبریم، بگیم اینا در حقیقت پتنتش رو خریدن در کار برای مهنت کردن 20 سال. آقا جان با شما یک جهان تشکر برای اینقدر مهنتتون، برای اینقدر زحمتتون که یک عمر شما باید دادید، عمرتون رو گذاردید برای به دست آوردن این نتیجه ها. من در خدمت شما هستم، لطف کردی اگه خواسته باشی، چون کشورهای دیگه هم راغبن اینو بگیرن، هر کشوری که تونست اینو میخواد، اونو میخواد، چون من همینجور در حال تغییرم. اینا حیفه بیاد، شما میتونید در سطح دنیا نهالش رو، شما یک آتومن به من میدی، بعد شما میتونید هزاران میلیون ها ازش نهال تولید کنید در سطح دنیا به اسم تاجیکستان بفروشید. دیگه منم باید بیام از شما بخرم اینو، دیگه اسم مال من نیست، مال شماست. انار اسکندر. بله. هر چیزی میتونی روش بذاری، اسم بهترین یا اسم رودکی روش بذاری، اسم مولوی روش بذاری، اسم هر چی دلت میخواد روش بذاری. همداران عزیز، من این بود یک مصاحبه ما با دکتر با استاد در پژوهشگاه اناری صاحبی. در پناه خدا باشید. اگر آبونه نشده باشید آبونه شوید یا لایک کنید و چیز سخنهای خوبی دارید گپ زنید. در پناه خدا باشید.